اگر شما هم از غذاهای تکراری خسته و دلزده شدید، بهتون پیشنهاد میکنم تا انتهای این ویدیو رو تماشا کنید تا با یک رسیپی لذیذ و جدید همدیگر رو همراهی کنیم که این غذا واقعا خوشمزه است. درود به همگی، من پرهامم و به کانال خودتون خیلی خوش اومدید. ما توی این کانال جدیدترین و بروزترین رسیپی های دنیا رو به شکل کاملا ساده و خلاصه بهتون آموزش میدیم، به طوری که فقط با یک بار دیدن کاملا اونو خوب یاد بگیریم. مواد لازم برای پخت پیزانیا مطابق تصویر سوسیس، قارچ و فلفل دلمه‌ای هست که باید از قبل از پخت اونا رو به شکل دلخواه اسلایسشون کنیم. خب حالا سوسیس هایی که از قبل حلقه کردیم و به مایتابه و روغن اضافه میکنیم تا رنگش عوض بشه. بعد از پخت و تغییر رنگ سوسیس هامون از مایتابه خارج میکنیم و توی همین مایتابه قارچ و فلفل رو اضافه میکنیم. توجه داشته باشید که ادویه‌هایی که داخل دیسکریپشن براتون ذکر کردیم و توی این مرحله باید به غذامون اضافه کنیم. و حالا صبر میکنیم که قارچ هامون و فلفل هامون هم به خوبی تفت داده بشن. حالا نوبت به فونداسیون میرسه که به جای خمیر پیتزا از پوره سیب زمینی که از قبل آبپز و پوستگیری شده استفاده میکنیم و یک لایه سس هم روی سیب زمینی میزنیم و بعد یک لایه پنیر پیتزا اضافه میکنیم به این شکل. مرحله بعد سوسیس هامون رو روی مواد میچینیم و حالا قارچ ها و فلفل هامون رو اضافه میکنیم به غذا. برای اینکه گممون نکنید حتما ما رو سابسکرایب کنید تا انگیزه‌ای بشه برای ساخت آموزش‌های بیشتر و همچنین نظرات زیباتون هم برای ما حتما کامنت کنید. یک لایه پنیر پیتزای دیگه اضافه میکنیم. برای پخت و آماده سازی نهایی هم ظرف رو به مدت 15 دقیقه با حرارت 190 درجه داخل فرن میذاریم تا خوب بپزه. این هم از خروجی کارمون، یه پیزانیای لذیذ و جذاب که واقعا طعم بی‌نظیری داره. امیدوارم درست کنین و از خوردنش لذت ببرین. نوش جان.